سلام. بامداد شنبه 27 تیر ماه 1388 و 18 جولای سال 2009 میلادی. خب، خسته نباشید. نماز همگی قبول، تظاهرات فوق العاده بزرگ، زیبا، با شکوه دیروز، عبادت جمعی همه مردمی بود که اومدن توی خیابان. برآوردها حالا دقیق نشده ولی عکسای مختلف رو بچه‌ها کنار هم دارن میگذارن و سعی میکنن اندازه بگیرن. برآوردها نشون میده که در تهران عددی بالاتر از 2 میلیون و شاید هم 3.5 میلیون نفر اومدن توی خیابان. خیلی 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 هم با شکوه و خوب. خیلی کلک ها حکومت زده بود، بعضی خیابونا رو یک طرفه کرده بود که به سمت نماز جمعه نیان و تا 10 صبح دانشگاه تهران رو فقط با کارت بسیجی و سپاهی و سری کارتا راه میدادن. سعی کردن که همونجور که حدس میزدیم خیابونهای اطراف رو بیشتر ببندن، به سمت دانشگاه جمعیت کمتر بشه. ولی از ساعت 10 و 11 که امواج جمعیت رسید، با اون نظم و آرامش رشته کار از دستشون در رفت و نشون داد که اولا در فرماندهیشون چقدر چند دستگیه و چقدر هم کم نیرو هستن. من خودم تصور میکردم که اینها به هر قیمت اون چمن دانشگاه که حالا آسفالت هم هست با 2000 تا آدم پر میشه و کل دانشگاه تهران با 5000 نفر پر میشه. تصورم این بود که اینا 5000 تا رو شده گدایی بکنن، میارن میذارن و اونجا رو پر میکنن و حتی 2 تا خیابونهای اطراف رو که بگن که جمعیت بود و همونو بکنن امت خداجوی هزاران نفری و 100,000 نفری و میلیون نفری. ولی حتی 2 تا 3 تا صف رو به زحمت تونستن پر کنن. چرا این مشکل رو داشتن؟ همونطوری که حدس میزدیم حرکت بچه ها در شهرستان ها مقدار زیاد اینها رو زمینگیر کرده بود. نیروهاشون در تهران هم به قول یک دوستی میگفت اینا یه ده نیروهاشون باید شبا تا صبح بچه ها رو تو زندان شکنجه کنن، یه دهشون باید تو خیابون دنبال کتک زدن باشن، یه دهشون باید شعارها رو از دیوارا پاک کنن و واقعا نشون دادن که چقدر هم کم نیرو هستن. به اضافه این که وقتی که ما قوی در میدون هستیم، تظاهرات بزرگ انجام میشه، نیروهای اونا ریزش میکنه. مقدار زیادی هم ریزش داشتن. در بعضی جاها البته دست به خشونت زدن، مثل بولوار یا خیابون امیرآباد و خیابون کارگر شمالی، گاز اشک‌آور، باتون، کتک و اینها. ولی در بیشتر جاها با زیرکی که بچه ها هم داشتن بهانه به دستشون ندادن و در عوض شعارهای کوبنده بسیار بسیار موثر بود. من همینجا خیلی 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 تشکر کنم و شرمندم واقعا که نمیتونم تک تک جواب بدم و دست شما رو ببوسم، ولی واقعا حجم زیادی فیلم، عکس رسیده که حالا بچه ها اینجا برای تمام خبرگزاری ها دارن میفرستن، تمام تلویزیون ها، اونها خودشون هم برمیدارن دریافت کردن و چهره واقعی این حرکت بزرگ در تهران به دنیا معرفی شد. این کار، این عکس و فیلم و گزارش بزرگی که الان به همه دنیا رفته، خداییش این است که ایران رو بلافاصله روز جمعه آورد به خبر اول، به ندرت هم خبر دوم دنیا بعد از انفجار اندونزی و دوباره دنیا رو تکون داد. همینجا بگم چون ممکنه بعضی از شما اون خبر اشتباه BBC فارسی رو در مورد وزیر خارجه فرانسه دیده باشید و ناامید شده باشید، همینجا هم بگم که اون خبر اشتباه بود و اتفاقا وزیر خارجه فرانسه بسیار بسیار محکم از حرکت مردم ایران دفاع کرد. این تظاهرات دیروز جمعه مجدداً دنیا را عوض کرد. مسئله مرگ بر روسیه‌ای که در ایران گفته شد خبر اول بحث‌های سیاسی که
چگونه ملت ایران با هوشیاری اجنبی رو که دخالت میکنه محکوم میکنه، میخواد امریکا باشه میخواد روسیه. به هر صورت دست همه شما درد نکنه، خسته نباشین. این کار بزرگ پیروزی قطعی بود که شیرازه کودتاچی‌ها را از هم پاچوند. حالا ما از اینجا به بعد وارد فاز جدیدی میشیم. در واقع یک نقطه عطفی شد، ورق خورد، باید که به سرعت بریم توی مرحله بعدی، تو فاز بعدی. اولا ما احتیاج نداریم هر روز تظاهرات میلیونی بذاریم. در کل جریان انقلاب اسلامی 11 تا دونه ما تظاهرات بزرگ داشتیم که چند تاشون بالای میلیون بودن، اما تو همین یک ماه گذشته 4 تا 5 تا ما تظاهرات میلیونی داشتیم که به مراتب هم بزرگتر از تظاهرات در زمان انقلاب اسلامی بوده. هم دیروز نماز جمعه، هم اون دوشنبه و احتمالاً یکی دو تایی دیگه شد. بنابراین ما احتیاج نداریم هر روز تظاهرات میلیونی بگذاریم. نیرومون رو باید ذخیره کنیم و هر بار که سنگین میایم تو میدون، از اکسیون هایی مثل تظاهرات عمومی که مثل الله اکبر شب ما رو همه رو با هم متحد و یکپارچه میکنه و نمایشی از یکپارچگی و مقاومت رو نشون میده، این هر چندگاه یک بار کافیه. به جاش باید از فردا صبح، از همین امروز شنبه، وارد ادامه کار فرسایشی رژیم رو بشیم. در رأس کارهای فرسایشی مسئله شعار نویسی. دیگه باید هیچ دیواری از دست ما در امان نباشه، هیچ جای خالی نباید بمونه. من این رو به خصوص به بچه‌های شهرستان ها میگم که همین یک شعار ساده‌ای که به دیوار می‌نویسن چند تا نیروی اینا رو در شهرستان زمینگیر میکنه، بار از رو تهران کم میکنه. چه برسه به اینکه بچه‌ها در شهرستان ها کوچیک و بزرگ، اونهایی که شناخته شدن میتونن برن صف دوم، کمیته های مخفی تر این کارو بکنن. آدمایی که تابلو هم تو شهرهای کوچیک باید که حواسشون باشه که فوری نیان دستگیرشون کنن و کاری که بچهای سرب میکردن این است که اونها ظاهرا کمیته باشن اما کمیته های سایه‌ای کار اصلی رو انجام بدن. و در یک شهر کوچیک شما 2 تا تظاهرات و شعار شب بدین، تظاهرات برق‌آسا 5 دقیقه‌ای پراکندشی، مطمئن باشید فرمانده اطلاعات و سپاه اون شهر ناچار میشن به تهران بنویسن که لااقل 50 تا 100 تا نیروشون رو باید اونجا نگه دارن. بنابراین باز هم تکرار میکنم، شهرستان ها برای توزیع قدرت کودتاچی‌ها و نیروهای سرکوبگر بسیار واجبه و نقش بسیج کننده داره. در همین روز گذشته در اصفهان من دیدم عکس‌های خیلی خوبی از شعارها، از حرکت‌ها در شهرهای دیگه، در شیراز، در مشهد. دست بچه‌های مشهد درد نکنه، درسته یه موقعی هم کتک خوردن ولی این تظاهرات فرمایشی و نمایشی جلو احمدی نژاد رو در واقع افشا کردن و نقاط دیگه شهر هم راهپیمایی داشتن. این حرکت‌ها ادامه فرسایش بیش از تهران الان در شهرستان‌ها میتونه که ما رو جلو ببره. خیلی سوال اومده که CD چجوری ما خبر برسونیم، ضعف خبررسانی داریم. قبلا هم ما صحبت کردیم، از همین فیلم های تظاهرات میشه CD درست کرد، CD ها رو تکثیر کرد، دستی به همه جا رسوند. ساده تر از CD میشه اطلاعیه های نوشت مثل چینی ها، پشتش هم چسب و سریش زد، چسبون به یک دیواری که عموم رد میشن و رد شد. میشه حتی پدر و مادر و آدمای مسن‌تر رو خواهش کرد خبرها رو بهشون منتقل کرد، یا خود جوونا در روز 10 تا خط کرایه که سوارشن توی تهران یا شهری و خبرها رو بازگو کنن، اون راننده و سایر مسافران میشن بهترین رسانه‌ای که خبرها رو به جاهای دیگه میرسونن. بنابراین خبررسانی مکانیزمی است که نباید متوقف بشه. من راجع به دوربین هایی که در سطح تهرانه و نقشش تو این تظاهرات دیده شد بحثی دارم که فردا شب خدمتتون خواهم گفت. این دوربین ها رو باید ما بتونیم از کار بندازیم. در مرکز کنترل ترافیک که خیابان ایران شهر هست و در اختیار سپاه الان، اونجا معلوم شد تو این تظاهرات خیلی به درد اینها میخوره. نکات دیگه‌ای هم هستش در روز جمعه و فاز فرسایش که داریم حرکت میکنیم و تحریم ها
و وارد به اصطلاح فلکسازی که میمونه برای جلسه بعدیمون. تا فردای دیگه شاد و پیروز باشین به امید موفقیت.